این برجام و موشکافی بکنم، در رابطه با اون بحثای کافی بکنم، از این اوضاع یک کمی با رب بگم، از این همه دعوا و تیب و تاب و تب بگم. راستی سلام نکردم. سلام بر شما در اخبار خبرم. این یه زهره که خامنه خورده، مجبور بوده آخه بد آورده، نمیرفت باش توی بنبست، حالا رفت باش نمیکشه بدنشو داره میره از دست. توی ترس تله، آره تله، همکارم الان پشت خطه. بله برجام دقیقاً شده مثل تله. روحانی میگفت برجام کلید 150 میلیارد دلار میشه، اوضاعمون اینجوری همه جا به بار میشه، ماست و خیار میشه. ولی چی شد؟ ظریف میگه بده، بهش میگن نه نیست که کو. اوه دادی بابا پولو بده بیاد، میگن نه نیست که کو. برجام بعدی حتی روحانی چیام با گوشه آویزون میگن از برجام چیزی نماسیده بمون. اجازه بدید به اون چه که از 3 ماه گذشته از تاریخ اجرای برنامه جام اقدام مشترک روی داده نگاه اجمالی داشته باشیم. تقریبا هیچ چیزی اتفاق نیفتاده. حالا میشه بگین چرا یه جورایی برجام شده مثل تله؟ حتما بله، آخه نمیتونم برگردن نبرن، گاهی هاتو پورت میکنم ولی میدونن برگشت یعنی مکانیزم ماشه، هسته ای که سیمان شد سر جاشه، گزینه نظامی و تحریمم پاشه. حالا رفت یعنی چی؟ یعنی اوضاع شوته، برجام 2 و 3 و 4 هم پیش روته، یعنی ته خط همه حس میکنن بله اوضاعش خیلی خرابه، پروسه برجام توی پیچ و تابه، حتی رفسنجونم که هی میگفت برجام بعدی و بعدی، میگه اینا کردن با ما بد عهدی. یعنی اینجا بهت بگم میری به مغازه بعد جور جنسشو بهت میندازه، سرمایت رفته آسه پاسی، حالا قصتشم مونده میکشن ازت بالا، پس هم نمیگیرن. تا اینکه تشخیص بدی چیه عقیقه فلانی اینها چیکار باید بکنم؟ آقا چیکار باید بکنم که حلبی به من نندازن؟ نه رفتم خریدم اینا. آقا چقدر 1 تومنی؟ آخه قاسمی انداختن بهت بابا حلبیه. البته اینجا بس انگشتر نیست، تناب برجامه که مثل یه داره، آروم آروم داره میره بالا بعد تموم. جنازتون ملت میندازن زباله. تمام. خدا حافظ شما مخلص.